پیش از سر کردن ویدیو کانال یک دادارمان که با نام دنیای زبانها یعنی زبان آموزی از زبانهای روسی، فارسی، انگلیسی، ترکی، ایرانی همه نمود درس ها هست. در این کانالشان سوال باشد مرحمت نویسید کامنترشان به حتما جواب میگوین. به حد زبان های طرز آموختنش آسانتر. این کانال درس ها همش بی پول. مرحمت در آمده آبونه شوید، برای فرزنده ها خیمن آموزید یا رو دوستای دعوت کنید. انشالله با دستگیری ما کانال این دادرمان پیش میرد و ما همه گونه زبان ها را کم کم باشدن می آموزیم. دستگیری ما پیشروی همه زنها و مردهای تاجیک می باشد. سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پختو پاس‌های خانگی. ما امروز همراه یک نمود ابیتی آسانک تیار میکنیم با کартошка و گوشت. به حد با لذت میبیاد. محصولات لازمه برای ما کартошка گرفتن من 6-7 دانه، 400-500 گرم گوشت، یک دانه پیاز، اینجا من نمک، مرچ، زیره و کشنیچ. این محصولات برای تیار کردن ابیتی با لذتی ما لازم است. در اول کартошка майда ریزه میکنیم. خیلی نه اونقدر майда، خیلی میتونید کورت کتی نباشه، میتونید خیلی ارچه قلاباکی майда کنید. من نمیخوام نه کلان نه майда. همیشه نمیتر ما ریزه میکنیم. وقتی کلانتر کنید با ناز خیلی دم کنیم آب نمیشه. من کартошкаи реза кардам. ҳаминтар мо ку алоби баланданда рӯғани бисёранда сурхкара мегирем. рӯғани мо гарм шуд, мо картошкаи меандозем. шарт не дарунаш хушро пухтан, барои он ки мо боли гӯштка дам мекунем сурх шавад. шуд мо суп сурхкара картошкаи мебардорем. من نگاه کنید کارتشکا ما چقدر خوش رو سرخ شد. ما اینو که میبرداریم. ما گوشتامای ریزه میکنیم. گوشتامای نانقدر майда کلانتر ریزه میکنیم که گوشت کلان پزین به حد نظمی بیاد. میتر من گوشتامای هم خیلی رزمیر майда میکنیم همشه. من یک دونه پیازامای ریزه میکنیم. ما اکنون اضافی روغنامه میبرداریم. تگش به یک کالیز ماند بس. یک کالیز روغن موندیم. گوشتامای میاندازیم. گوشتامای شروع میذاریم. من 7-8 دقیقه گوشت زیر بندم. اکنون یک دونه پیازامو همراه کرده همیشه رو آمیخته میکنیم. پنج-شش دقیقه دیگر میزربونیم. زربونده من نمک مرچ همه приправه های همراه کنیم. بار دیگر همیشه رو آمیخته میکنیم. اکنون ما آب میریزیم. من یک پیاله کمتر آب ریخته ما اینو بلوشه دم میکنیم. 25-30 دقیقه علاوه پستا ما دم میکنیم که گوشتاش شروع پزد.
نه گوشتی ما هم تیار شد. ما کو کارتوشکایی پختگیامای بالاش بمیانزیم. بسم الله. کارتوشکی انداختیم. نمک میپاشیم. نمک میپاشیم. ده 15 دقیقه دیگر اینه همشه من دم کنیم. آب یکانچی همراه نمیکنیم. نه چگونه ببینید خوراکی ما هم تیار شد. نگاه کنید. اینه که طبقه میپذاریم. دیگه هر طور شروع میکنه. نه چگونه میبینید خوراکی ما هم تیار شد. ما بولش به کمتر پیاز خیلی اکروب سبزی چخیل که باشد بولش به میپاشیم. به هر اشتیاور منه برای ابید شما هم حتما تیار کنید. نگاه کنید چخیل آمد نمودش. منه نمودش کارتوشکاشم بینیم. نگاه کنید همش شروع پخته از کارتوشکاهاش. گوشتشم ملایمه. نگاه کنید. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید. پادپیساتسیا کنید. یارو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشد. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید دوستان.